بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد. برادران و خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله متعال تندرستی و سلامتی را برای یکایک شما خواهانم. الله عز و جل ما و شما را توفیق دهد تا در باقی این دهه مبارکه بیشتر مشغول طاعت و عبادت الله سبحان باشیم. این دهه مبارکه که بهترین روزهای دنیاست رو به پایان است و امروز روز هشتم این دهه می باشد و فردا روز عرفه است که در روز نهم این دهه قرار دارد و خواستم شما را به بعض فضیلت‌های آن روز مبارک یادآور شوم تا همگی از خیر آن بهره مند شده و از فضایل آن محروم نگردیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه. کسی از شما ایمان نمی آورد، یعنی ایمانش کامل نمی شود تا آنکه برای برادرش همان چیزی را دوست داشته باشد که برای خودش می پسندد. متفق علیه. پس باید هر مسلمان هر آنچه را که از خیر برای خود دوست دارد برای برادرش نیز دوست داشته باشد. دوستان گرامی، روز عرفه روز عظیم و یک رکن از ارکان چهارگانه حج است. روز کامل شدن دین اسلام، روز مغفرت گناهان، روز آزاد ساختن بندگان از آتش و روز دعا و تضرع می باشد. برای غیر حاجیان روزه داشتن آن سنت است. در آن روز غنی و فقیر، آمیر و مأمور، قوی و ضعیف همه در لباس و شکل و صورت یکسان می باشند و همگی تعظیم رب لایزال را می کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: افضل الایام یوم عرفه. بهترین روزها روز عرفه است. روایت ابن حبان. و پیامبر علیه السلام درباره روز عرفه چنان که در حدیث عایشه رضی الله عنها آمده است فرمودند: ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه و انه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکه فیقول ما اراد هؤلاء. هیچ روزی نیست که الله در آن بندگان بیشتری را از آتش دوزخ آزاد کند بیش از روز عرفه و همانا او تعالی نزدیک می شود. سپس به آنان، یعنی به اهل عرفه، نزد فرشتگان افتخار می کند و می فرماید: اینان چی می خواهند؟ روایت مسلم. یعنی روزهایی که الله تعالی در آن روزها بیشتر بندگانش را از آتش نجات می دهد روز عرفه می باشد. الله متعال ما و شما را نیز از جمله آزاد شوندگان از آتش جهنم قرار دهد. و روز عرفه روز آمرزش گناهان است و روزه آن گناهان 2 سال را می پوشاند و سبب بخشش آنها می شود. چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. روزه روز عرفه را از الله امید دارم که گناهان 1 سال پیش از آن و 1 سال پس از آن را بیامرزد. روایت مسلم. و ظاهر حدیث دلالت دارد بر این که روزه روز عرفه گناهان 2 سال را از بین میبرد. علما فرمودند مراد گناهان صغیره می باشد و برای مغفرت گناهان کبیره توبه لازم است. پس توبه نصوح را نیز فراموش نکنید. وقت روز عرفه چنین فضیلت‌هایی دارد. باید ما و شما تلاش کنیم تا آن روز را از دست ندهیم و آن را با عبادت از قبیل روزه گرفتن، انجام فرایض در جماعت، نوافل، تلاوت قرآن کریم و اذکار مسنونه سپری نماییم و بیشتر مشغول دعا و زاری در پیشگاه الله تعالی شویم، چون که روز اجابت دعا هاست. و در حق خود و تمام مسلمانان، خصوصا مسلمانان غزه و دیگر مظلومان، و نیز در حق اسیران و پیروزی اسلام مبین، دعاهای خالصانه و خسته‌ناپذیر انجام دهیم
و نیز دعا کنیم که الله تعالی سران کفر و کفار را ذلیل نموده به دست مسلمانان شکست دهد. باشد که الله تعالی از ما و شما قبول فرماید و سبب پیروزی اسلام و سرفرازی مسلمانان و نجات مستضعفان گردد و چنین دعوتها و موعظه ها را بیشتر نشر نماید تا همه مسلمانان آگاه شوند و از این ثوابهای بزرگ و روز اجابت دعاها محروم نمانند و شما نیز در اجر شریک خواهید شد. بعضی وقت انسان خود موفق به انجام عمل خیر نمی شود، اما چون دیگران را به آن راهنمایی کرده است و آنان انجام داده اند، لذا در اجر با آنان شریک می گردد، در حالی که از اجر آنان چیزی کم نمی شود. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله. کسی که به خیر راهنمایی کند برای او همانند اجر انجام دهنده آن خواهد بود. روایت مسلم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.